روز میشه. یک دور همه بازیکنان صحبت میکنن و امکان دادن چالش نیز هست. خانم سیت 5 بازی، شما 3 نفر رو قبل خود دیگه مافیا اعلام کردی، بعد خودت آگز نذاشتی. الان پشت چالش بگی بعد خودت رو تحلیل کن. خانم سیت 5 بازی بازم مافیا نگرفتی. 5 بازی بعد خودتو 5 بازی تارگت زیاد خوردی از بعد خودت. مافیا گرفتی یا نه؟ لایک و دیسلایک هم نمیدی که. 5 بازی 5 بازی خروج بخوره رو گردن من. 5 بازی بره دیگه. درسته دیگه، با یکی بیاد گردن بگیره دیگه. همه دوستان میترسن پوینت منفی ثبت شه دیگه، فکر کنم گردن کسی نمیاد بگیره. 5 بازی بیاد بره. 5 بازی مافیاه. درسته مافیا بعدی هم معرفی میکنن. بچرخه. سپاسگزارم. نفر بعد. بعد ثانیه وقت داشتی، دیروز هم بهت گفتم 40-50 ثانیه وقت داشتی، دوباره اومدی تک تارگت 5 بازی گردن. اگر شهروندی درست بازی میکنی، درسته اون 10 بازی شما فکت هفته رو میاری به چه جرمی که آره نرفته اونو تارگت کنه. درسته شما منو تارگت داری، 10 لایک تو ببینم، پس چرا نرفتی 3 رو تارگتش کنی؟ 3 که منو ندیده بود، پس رسول نه 3 رو ندیدم تارگت کنی. شما خورده ای که به 7 میگیری رو خودت هم میشینه. شماره 10 بازی این شماره 1 چی میگه؟ میگه 5 بره بیرون. داداش گلم این شما به خورده رو به 5 میگیری که تحلیل نداره درباره بعد تو تحلیل. ببین من 2 تا مافیا دارم، یکی 10 بازی یکی 6 بازی. 6 بازی به تر. ببین من که امروز بازی نمیبینم که هفته عزیز. ببین تارگت زدم به من بیمورده. تارگت زدم به من بیمورده. آره خب من 2 تا مافیا گرفتم 6 و 10 بازی. 6 میای ورود به بازی میکنی. آره ورود به بازی میکنی چون ما امروز بازی دیگه نمیبینیم. آره اون چاره که خیلی مشکوک بوده، به من گفته فکت سازی کردی در مورد یک بازی. پس از 1 تا 10 همه بگم من شهروندم. تو چجور گل پسر میتونی مافیا بگیری بعد از تو کلات میخوای خرگوش در بیاری؟ این دیالوگ مافیایی دورت بگردم. تو هم مشکوک بازی چاره عزیز. 7 شهروندی میکشی عقب. بذار من بازیمو در بیارم، بازیمو انجام بدم. بازیکن شماره 7. من روز قبلش هم بهت گفتم در رو بکشن، یه روز هم بهت فرصت دادم بازی تو کن، درسته؟ ولی یک بازی جالب چی میگه، جالب چی میگه، تو یکی رو چرا نزدی عباس؟ بلند شد تک تارگتی 50 رو میزنه، میگه به جرم چی؟ میگه زیاد داد تارگت میخوره. و شما ملق روز اول کسی تارگت زیاد میخوره میشه مافیای بازی مگه؟ بعد تو از کل این بازی فهمیدی بعد 5 مافیاست که بازی از کل این بازی فقط فهمیدی 5. باید موافقم، درم میزنم. نوبنده نوع رو میزنم، درم میزنم، چون نوع هم همچی فکتی رو آورده 5 بازی رو سفت و سخت زده. درسته من موافقم، با 5 موافق بودن، داشته 4 بازی فکت سازی سر فکت سازی، یعنی فکت سازی کار مافیاست. آقای نوع بازی ایشون فکت نه، فکت درست وارد نکردن، فکت ساخت. بازیکن شماره 3 صحبت میکنه. حالا مافیا کی بود رسول؟ آقا من موندم، اومدیم و مافیا 8 و 9 10 باشن. خب شما حتما میخواید تو 1 تا 3 مثلا مافیاتون رو بگردین پیدا کنید. علم کردین رو 1 تا 3. یکم به ذهن نداشتتون رجوع کنید. کی بود بلند شد گفت 3 و 4 3 قبل خودش دیده 4 بعد خودش نمیاد؟ کی بود همچین دیالوگی کرد؟ لایک بده. من گوشیم گونجا گذاشته بودم فقط داشتم صدا رو میشنیدم. لایک هم نمیده، میترسم مثلا. 5 که امروز میره. فکتش رو اکثریت آوردن. امروز هم یه دونه هفته بلند شده چیز کرده، ببینم نوع میزنتش یا نه. این چش باز کردم باشه یا نه. فعلا 5 رو فعلا اجماع کنیم بدیم بیرون تا تکلیف مشخص بشه. سلاخی تو بکن برو بیرون. شما رو دو کاری با تو ندارم. بزن یکی رو سلاخی کن برو بیرون. فعلا 5 رو بدید بیرون. من صحبت‌ها رو بشنوم، دو تا فکت بگیرم بیام چالش میگیرم میگم. بازیکن شماره 9. آقای شهروندم ها زبون باز کرد. دیروز ایشون میگفتن که کسی حق نداره سلاخی کنه، بذاریم بازی رو در بیاریم. آقای مهدی شیرازی مگه این دیالوگ دیروز شما نبود؟ سلاخی نکنید، یه حرکت میزنید منو با 3-5-7 میاری دفاعی. میفهمی چی میگم؟ اون هفته فهمیده امروز بازی گوش کن، چالشت باید واسه تحلیل بالا سری میبود آقای رسول. یا باید گردن منو میشکستی کف دیگه، یا باید گردن اون در، نه اینکه چالش بگیری نشنیدی اون چاره رو شارژ کنی. فهمیدی رسول جان؟
امروز گوش کن، سلاخی ملاخی اختی، اون 3 5 7 و 3 اون 5 رو باید دوباره بشنوم من تارگتش کنم. میفهمی چی میگم؟ میکشی زیر من، میکشی زیر اون 3 آقای شهروندما که فهمیده بود روز بازیکن شماره 4 صحبت میکنه. آقای سیتسته شما خیلی مشکوکی برادر، من همچنان تارگت همی. آقای شماره 1 شما بعد از 10 نفر که شنیدی بلند شدی تصمیم گرفتی سوار کول یه جماعتی بشی فقط بزنی به اون پنجه، درسته؟ پس در نمیاد دیگه بازی. چینت کو، یاراش کجان؟ ببین پنجه یه جماعتی از 6 تا 10 آدز چشم باز کردن باهاش نذاشتن، درسته؟ چون اگر فرض میگرفتن که سیاه شب قرار چشم وا کنن که نمیزدنش، درسته؟ شده بود ایزی تارگت برای ترن دیروز. پس تو نمیتونستی الان حداقل به 5 بزنی، باید از اون ور میگشتی پیدا میکردی. شما برای من مشکوکی خانم شماره 8. شما یه خورده‌ای گرفتی از یه نفر دیگه که به نفع من بوده، بعد با همون خورده دوباره منو داری میزنی. خیلی عجیبید شما. من به نظرم خروجی امروزتون میتونه 1 باشه. یک خیلی بد مدل اومد ریخت رو پنجه، خیلی بد مدل. بازیکن شماره 8 عجیب تر از همه هم خب کار خودته دیگه. خود این 5 دیروز به تو تارگت زده، الان به حمایت از کارت این 5 داره یکی که گردن گرفته به 5 رو میگه یکی بره بیرون، درسته؟ دیروز که من داشتم 5 رو میزدم برام دست میزدی، خب الان داری میگه 8 کارش عجیب بوده، هم به نفع من صحبت کردم به ضرر من کارت که تو رو من جدا از کارت تو من صحبت کردم، الان دعوا سر کارت 5 است. خانم شماره 5 شما هنوز صحبت نکرده، 2 نفر بلند شدن گفتن نه 5 نره، زدن به یکی دو نام بوده که هفته هنوز صحبت هم نکرده، بلند شد شما رفتن تو رو شهروند دارم و دو تاشو میخوام بزنم به اون یکه، درسته؟ الان تو اگه یه مسیر شهروند باشه یه مسیر بین اینا که تو رو شهروند کردن دیگه، غیر این باشه من میگم تو مافیایی دیگه، اینو نمیذارم بین اینا هم که نمیذارن 5 بره یار دار، درسته؟ درست میگم. ولی شما چرا همچنان تو برای من مشکوکی؟ بازیکن شماره 5 صحبت میکنه. شهروند جماعت نمیترسه، محتاط بازی نمیکنه. 8 بازی شما هم بلاندتون هم امروزتون محتاط داری بازی میکنی. 5 چیه؟ بگو مثل دیگرانی که قطعی گفتن مافیاست، شما هم بگو مافیا. چرا وسط بازی میکنی؟ من به شما اتهام میزنم مشکوک. آقا 1 بازی شما قبل خودتو تحلیل نکرده دیگه، درسته؟ شما به بنده میگی شما بعد مافیات 3 تا قبل خودت بود، بعد خودتو تحلیل کن. دوست عزیز شما تحلیلت چیه؟ از 6 تا 10 مافیا داری یا نداری؟ با کارت من بازی نکن، شما با کارت شهری خودت بازی کن. 1 بازی مافیات کیه؟ شما خودت داری دیالوگ میکنی که 5 بازی تارگت خورد، منم میام میزنم، کار ندارم، من به شما گفتم مافیا، امروز هم همچنان میگم مافیا. آقای سیت 3 شما داری دیالوگ میکنی، 5 رو مجدد شارژ میکنی. شما 7 بازی قبل شما چالش گرفته، بلاند بازی به من گفته هم مسیر شهروند، امروز هم قبل شما گفته شهروند، شما 5 بازی رو داری مستقیم برو در خونه 7 بازی دیگه. سیت 3 چرا نمیری در خونه 7؟ شما باید بگی هفته آگاه به کارت 5 است که هنوز امروز 5 صحبت نکرده، داره باز به 5 میگه شهروند، یا ما آگاه به کارت 5 یا میخواد کولی بگیره دیگه، درسته؟ سیت 3 من به شما خیلی سفت و سخت میزنم. سیت 3 اون سوالی هم که میپرسیدی گویندش سیت 9 بود که یه لاک به شما نداد، که دیالوگش بود ساید برآینده سیت 3 سیت 4 اصلا فرق داشت با هم دیگه، پس ساید اینجاست. شما هم 9 بازی بود، درسته؟ من به 1 3 8 اتهام میزنم. ممنونم. نفر بعد. من جای شما بودم سیت 5 یه تک تارگتی بلند می‌شدم، ساید 1 برمی داشتم، بهشم میگفتم 2 نفری بیایم بالا، کاری نداره. آقا 1 بازی تو سیت 11 بازی نشسته گفتی فقط 5 بازی میتونه مافیا بازی بشه. دورت بگم شما چه جوری بلند شدی هر 9 نفر دیگه رو کلا ایگنور کردی؟ یه چیز جذاب‌تر ذهنمو خیلی داره درگیر میکنه. 2 بازی 1 بازی رو ولش میکنه ولی مسیر ذهنش با 3 بازی هم مخالف 3 بازی، ولی مسیرش نمیخواد به 3 بازی بخوره. 2 بازی بلند شد گفتی یک و ده قطعی توش مافیاست، گفتی 6 و 10. آقای 7 بازی من مافیای بازیم، 6 بازی و 9 بازی هم کپی پیست حرفای منو زدن، یعنی من کپی پیست حرفای این 2 تا دوست عزیز. تو چرا مسید نخواست به 9 بازی بخوره قربون شکلت که با اون 6 بخواد بخوره استاد؟ اون هفته بازیتون سوخته دیگه. خانم 5 بازی مشکوکی. بازیکن شماره 6 خوشم میاد به عنوان یه مافیا داری خوب به همه تارگت میزنی با داده‌های غلط در روندینگ بازی، درسته؟
جرمت بیشتر بوده که کپی پیست سیت 6 و 9 بودی داخل روند بازی که اومده به تو تارگت زده دیگه داخل روند بازی. ده بازی مافیا بازیتونه داخل روندینگ بازی. ببین هم یک باگ داره داخل روندینگ، چون از 5 خورده میگیره میگه بین 6 تا 10 چرا آگز نذاشتی، اما خودت امروز پاش شدی بین 6 تا 10 اعلام موضعی نکردی آقای شماره 1. درسته؟ پس بین اینا اگه مافیا نداشتی خورده داخل روز معرفی که بین اینا صحبت رو نشنیده بود از 5 بازی چی بود داخل روندینگ. آقای سعید بازی 5 بازی حمله کرده به سمت شما. چرا؟ چون شما داخل روند بازی به 2 3 تارگت زده بودید داخل روندینگ. درسته؟ امروز تو هم 5 رو فراموش کردی هم 2 3 داخل روندینگ بازی رو. پس 1 4 10 میتونن چین قابلی روندینگ بازی باشن. سعید نمیتونه شهروند باشه، چون اگر شهروند بود مغزش اجازه این رو نمیداد که از روی این 2 3 5 از روی روند بازیشون برداره. دو بازی رو برخلاف شما تک دو رو شهروند دارم داخل روند بازی امروز. دلیلش داخل مغزمه، دارم با مغزم بازی میکنم. اما آره دو شهروند. ببین 4 بازی مافیاست، 10 مافیاست. یک بازی رو میشنوم دوباره، یکم مشکوکه تو روند بازی. نه بازیکن شماره 3. ببین ما الان نوع میدونی جرمش چیه، چالش میگیره میگه 3 بازی اینجوری پنجره ما مافیا دارم فلان، ولی با صحبت پنجره هم بشنوم. تو که پنجره مافیا بکن، پنجره صحبت کنه بعد چالش بگیر. بعد تارگت درست هم نمیزنی این نوع بازی. وقتی من باهات دیالوگ میکنم لایک نمیدی، میترسی به قول پنجه بازی تو فکت میاری ولی چی بهش میگن فرار رو به فکت. فکت رو میاری ولی 7 رو تارگت نمیکنی. خودت فکت رو میاری بعد میای میگی بزنم بیام 3 رو بزنم. سلام. خلاصه که آره یه دونه 9 رو دارم، یه دونه 5 رو دارم، یه دونه 7 رو با اون 10. بازیکن شماره 7. بس ببین آخه رو خودت میشه فکر وقتی من اون 5 رو سفید میکنم برای یه روز با هم بازی میکنی. درست بهش گفتم شهر بازی، پس نباید منو میزنه. داره فکت سالم میاره آقای 3 بازی. بعد من با 9 داره منو میزنه. بعد تو میگی 9 و 7 باز توی سایدن. مگه داریم همچی چیزی رو مهدی؟ اگه مافیا باشه سلاخی تو بزن برو بیرون. حرفی که به 10 بازی زدی ها. حرفی که به 10 بازی زدی. ده هم مشکوکه برام، مشکوکه. به 2 بازی گفتم یه روز به فرصت بازی میدم. عباس میخوام ببینم چیکار میکنه. میخوام مافیا بگیری برام. میخوام مافیا بهم بدی. باید موافقم اینم مشکوک. تو هم مشکوکی 8 بازی. ببین شهروندا با من از 4 داشتم میزدم اینجای بازی. خب بلند شده فکتی درست آورد. وقتی کسی فکت درست میاره من نبا که بلند شم میگم مافیایی با تا آخر بازی که بهش نمیگم مافیایی بازی. ازش میکشم عقب. ازش امروز میکشم از 4 عقب. میکشم 4 از 4 عقب. شیشه بازی بلند 4 رو بزنی میزنم. ازش فکت مافیایی نگرفتم امروز بازی. زدیش میشی مافیای من. درسته 4 بازی شهر من امروز بازی. آره باگی بدی دادی. باگی بدی دادی. باگی اون یکی هنوز برام مشکوکه. یکی هم مافیا داره. باگ بدی داری 3 بازی. باگ بد. عباس ببینم چی میگه. عباس بیا. بازیکن شماره 2 صحبت میکنه. پلیری داده من منتظر بودم یکی فکتش بیاریش که نه و فقط تارگتش کردی. 8 عزیز شما معتقدید 5 صحبت نکرده 2 کاورش کرده؟ 5 که بعد من صحبت کرده. امروز بازی من با ترجیح میدادم صحبت ها رو شنیدم دیگه. صحبت 1 رو فقط شنیده بودم. درسته؟ لایکتو ببینم چجور تو معتقد بودی 5 با بیا تو کاوریاش دنبال مافیا بگرده؟ تازه اگر قبل خودشو بعد خودشو میگفت آره یه چیزی میگنجید. من قبل ایشون بودم گفتم من کاورش میکنم، نه نمیره بیرون. درسته؟ شما که یه عدد مافیای سوخته چجور ندی؟ چرا همه 10 رو میزنن؟ 10 یار فروختنیه. 6 و 10 رو بازیکن شماره 8 صحبت میکنه. چالشمو بذار بدم به این یکی ببینم چی میگه. خب شماره 5 نگاه کن، من این شانس شهروندی واسط گذاشتم. گفتن چند نفر بلند شدن گفتن نه 5 شهروند و اینا. تو چالش هم نگرفته بودی. چی میگی شماره 2؟ میگن صحبت نکرد روز معرفت چی کار دارم؟ بعد بلند شدی خود منو میزنی میگی تو محتاط داری بازی میکنین که محتاط بازی کردن که فکت شهروندیمه که مافیا بودم که مثل ماست میخوردم بعد یه هدیه هم روش که یه احتیاط لازم نبود که چیکارم؟ تو که مافیا بهت رای میدم شماره 5. بلند شدی فقط میزنی به این 3 یک باد سایت برداشته همه زدن گفتن تو هیچ کی 9 نفر رو ندیدی فقط 5 خودت نمیبینی یک رو میگی من با این 3 سایت میبندم. عجیب غریب بازی میکنید دیگه. من
دنبال میکنن ساید بین 1 و 5 هم ترجیحاً همین 5 است که خروجی پیدا کنه. این شماره 7 رو نگاه کن. چی میگی تو؟ میگی الان دیروز که این دوئه که پر انرژی بازی نکرد مافیا بود، الان چی شده همدیگه رو شرم میکنین واسه هم شکلات باز میکنین؟ مگه میشه بین شما هم خبری نباشه؟ این 2 هفته ول نکنید. ولی یه چیز دیگه هم گفت، اون میگفت که ببخشید نفر بعد. دیروز پنجه بازی زیاد تارگت خورد. امروز پنجه بازی رو یه نفر قطعی گردن گرفت، اونم خود من بودم. گرفت بقیه با شدن از رو کارت من دارن پنجه رو میزنن. یه سایدی باز شده چون سر منه. گرفتی؟ دوما 4 بازی دیروز منو تارگت نکردی، 3 و 2 زدی، 2 3 و زدی، درسته؟ 4 بازی 3 هم از کارت 2 زدی، درسته؟ امروز فقط منو زدی، 2 3 چی شد؟ 4 بازی امروز 1 رو زدی، 4 5 رو من میتونم بزنم تا اینجا. 7 بازی شهروندی بکشم من عقب. گرفتی؟ شهروند الان دیالوگ میکنم. 8 بازی کاش میگفتی کدوم سایت تو کدوم سایت رو حمایت میکنی کدوم سایت ما. بازیکن شماره 9. رو نمیدونم، احساس کنم کلاپس زدم. میدم 4 اون ده بیت بده میلان. عذرخواهی میکنم داداش. اون 3 رو به ساید من امروز میدید بیرون. دارم با کارت شهروندی باهاتون دیالوگ میکنم. اون 3 رو به ساید خودم میکنید بیرون. اون 3 فهمیده من چالش گرفتم گفتم 3 5 7 9 4 تاییم بیام دفاعی. بعد فهمیده من با 57 یارم. بعد فهمیده من با کارت مافیایی خواهان بالا اومدن 2 تا از یارام هستم. مهدی شیرازی داداش بیا برو بیرون. اون 3 رو به ساید خودم، نگاه، به ساید هیچ کس دیگه کف دک نمیندازید بیرون. به ساید سیت 9 بازی آقای 3 بازی میره بیرون. فردا اگه نه خود مافیا، فردا کتف بسته سیت 9 در خدمت کل اون 8 تا 9 تا پلیری هر چقدر موندید کف دک هستم. اون 3 رو به ساید خودم میکنید بیرون، به ساید هیچ کس دیگه نمیره بیرون. بچرخ. مرسی. نفر بعد. آقای یک بازی من به 3 دیروزم برگشتم، اول همه بلند شدم گفتم مشکوکی، تو مافیا دارمت. آقای 6 من دردم نمیگیره کسی بهم تارگت بزنه، وقتی با چشه بسته نمیتونم برات کاری بکنم. خانم بلند شده به من تارگت زده، از اون ور دارم نگاه میکنم همه از 6 تا 10 زدنش. خانم شماره 8 من برات دست زدم چون تونستی به پنجه بزنی، ولی آدز چشوا کردن بین 6 تا 10 کسی باهاش نذاشته. شما یا میتونی به 5 بگی سیاه و یاراشو از 1 تا 4 براش بذاری، یا اینکه میتونی بهش بگی سفید. درسته؟ پس شما میخونی مافیا. این 1 تو مافیاست، این 2 3 با آدز بالاتر مافیاست، 8 مافیاست. صحبت‌های نفر بعد. بسیار عذرخواهی میکنم سیت 5 باید بدم به اشتباه منصرف کنه کار اگه تصمیم گرفت میتونه شد. رفاقا من یار فروختنی نیستم. آقای استدوی عباس جادوگر و خودم فروشندم، میفروشم، خوشگل و تمیزگیری دارم دیالوگ میکنم، صادقانه هم میگم. شهروند هزار بازم خیلی هم کمک میکنم به شهر. کاری ندارم. آقای استشیش باز شهروند از من تا خیره میکشی عقب، اینجوری دارم با دیالوگ میکنم. درسته؟ خب بریم سر بازی. آقا یه ساید ترتمیزی بین 3 و 7 بازی هست. درسته آقای سیت 6 بازی که داری به من تارگت میزنی؟ اون 7 بازی سر کارت 5 بازی داره به تو هم میزنه. سیت 6 بازی من تو رو به تو میگم شهروند. آقای سیت 6 بازی من 2 تا شهروند دارم، اون 2 بازی و 6 بازی. آقای 2 بازی فعلا 7 بازی سفید نکن، باگ داره میده، همونجوری که 4 بازی داره باگ میده. حالا تو پوزیشن شهری یا مافی نمیدونم. 5 بازی سر کارتش دعواست، اون یک بازی فکت تمیزی آورد تو تن صحبتش. سر کارت 5 بازی دعواست، اون یک بازی داره دعوا میکنه با 4 بازی. یه ساید یه یه ساید ترتمیزی بین 3 و 7 بازی بوده. درستی که الان سایدش خونده میشه، مشخص میشه شهروند. خانم 38 بازی من یه صحبت با شما بکنم. من مافیای بازی ام خانم 38. خانم سری بگو تایمم داره میگذره، 70 ثانیه شد. خانم 38 من مافیای بازی ام، لایک بده. امروز بازی بنده ساید میگیرم، امروز بازی بنده ساید میگیرم با آقای سیت 7 بازی. امروز من ساید میگیرم با 7 بازی ولا غیر. خواستید منم امروز میرم بیرون ساید 7تون در بیاد، تموم شد رفت. مرسی، متشکرم. دوست عزیزمون آقای سیت 3 توسط سلاخی با ساید شهروندی از روند بازیمون خارج میشه. مرسی دوستان. بازیکن شماره 6 صحبت میکنه.
مهدی شیرازی یه دست مافیا شده بود، داشت خوب سلاخی میزد، فکر کرد شهروندم باشه، خوب سلاخی. ببین خانم سیت 5 بازی، شما با داده درست در روز معارفه از 5 نفر تارگت خوردی که بعد از خودت باشه اکثرا، درسته؟ اما امروز بازی شارژ نشدی و تنها کسی که رو شما شارژ کرد آقای یک بود. بنده آگز شهروندی برای یک میذارم، آگز شهروندی برای دو میذارم. چرا برای دو میذارم؟ چون کنس یک رو خورده. یک بازی دیالوگ کردی که من شهروندم، به خاطر همین دو بازی دو بار از سمتش رد نشد. یعنی آگز شهروندی رو گذاشته بود برای یک. باید ساید 5 امروز باز بشه داخل روندی بازی. چرا؟ چون 5 بازی بازم امروز تو 2 3 4 عالی نکرده مثل همون سیت 4. درسته دوستان؟ یعنی 4 5 میریم برای رأی گیری. بازیکن بعد. نفر بعد. مرسی. نفر بعد. مرسی. نفر بعد. نفر بعد. مرسی. نفر بعد. مرسی. نفر بعد. بازیکن بعد. بازیکنان شماره 5 و 7 و 8 میرن به دفاعیه. رفته بازی شما نمیدونم عباس کیه. عباس میکرده، من واقعا عباس تشخیص نمیدم. شما اصلا مافیا نداری سیت هفت. دوستان این هفته مافیاس ژورنالیست عزیز اگر میخواد یه 5 امتیازی دقیق بگیره رو هفته میشینه، چون داره با کارت من بازی میکنه. به 3 میزنه که 3 شهروند بوده سلاخی میشه. 9 بازی اون 3 شهروند دیالوگ میکرد، میگفت کی داشت این دیالوگو میکرد، جرئت نداشتی یه لایک بدی که خودت باشی. من مافیام تو 7 و 9 بازیه. تمام. ببین تو 5 بازی اصلا نباید گذر به هفت بازی میخورد، درسته؟ چون بلند شد دو تیم جنابالی سفید کردم، بعد با رأی جنابالی من اومدم بالا. چطوری من میتونم به جناب بگم سفید بازی؟ ببین اصلا به هیچ کی کار ندارم. ساید 50 هفته رو امروز در بیارید. ساید 50 هفته، چون 50 اومده چیکار کرد؟ توف کرد تو کارت شهروندی من. دیگه هم کاری ندارم. اگه من خودم سفید بازی، کنستانتین بازی منو برگردونه. نمیخوام گره تو شهر بچه‌ها ایجاد شه. گره رو نمیخوام ایجاد کنم. بعد ده با تو نیومدی بالا. تارگت خیلی آوردی ده بازی. نشست سر جات. ده مافیاتون. بچرخید. بازیکن شماره 8 صحبت میکنه. منم موافقم. شما رو مگه بلند نشدی از من پرسیدی منو شهرداری یا مافیا؟ با نمیدونم جواب تو دادم. رأیت به من واسه چی بود اصلا؟ رو چه حساب به من رأی دادی؟ همین فکت رأیگیری هم خب فکت شهروندی منه. بعد من هیچکی نیومده بالا. یعنی من رأی دادم این هفته هم به نظر من شهرونده. خب مافیا بود یاراش با من میکشتن زیر اون دایه دیگه، ولی دایه کلا 2 تا رأی آورد. یکی رأی منه، یکی رأی این هفته. اون دایه که تموم شده مافیاست. این هفته هم مافیا ندارم من. شما رو شما رو راست میگه. تو هم سایت بستی با این سا. چی شد پس؟ این شما رو چی شد؟ نگاه کن. بلند شده میگه این دو شهرونده، ولی دو تارگتاش 10 و 6 بوده. مسیرش به اون در نمیخوره که این دو گفته بوده 6 شده با هم مافیا، به من شهروندم تارگت زده. چجوری 5 دو رو شهروند کردی؟ این چیشتون هم مشکوکه. به نظرم تارگتاش درست بوده. این رأی گیری شروع میشه. نفر بعد. بازیکن بعد.
بازیکن شماره 5 با رأی اکثریت از بازی میره بیرون و کلام آخرش رو میشنویم. من از میرم بیرون، اونی که برمیگردم شهروندا سلاخی نزنم، من باید برگردم به این میز. فقط اینو به من پاسخ بدین، منی که بیرون نشستم میتونم از بیرونم سلاخی بزنم یا خیر؟ اینو لطفا بهم جواب بدین. ژورنال با 7 میشینی یا کنسه زد؟ گفت میرم کنستانتین برم گردونه، میشینی با شب میشه. زمان گروه مافیا. من به نظرم 8 بازی رو بچه‌ها بزنم، سیت 8 رو میتونم بزنم، فردا 7 رو اجماش کنم بدمش بیرون ها. بگید چیکار تو کنم؟ 8 و 1 رو بذار بخوری، من این شیشه رو میبندم. حالا نمیدونم هر کی زدی بزن دیگه، فردا سرت. بلوک کنم، میخوام اون دوه رو سایلنت کنم، فکر کنن 8 مافیاست. میفهمی کارت 8 سر این حرکت کثیف. من که ناصر هستی یه بار دیگه پیامک کنید دوستان، من باگ خوردم. تیم مافیا بخوابه. زمان گروه شهروندان. دوستانمون جناب حرفه‌ای بازی شات خودش رو اعلام کنه. بله دکتر عزیز شات خودش رو اعلام کنه. ژورنالیست عزیز بله بله. کنسانت عزیز بله متشکرم مرسی. یک روز دیگه شروع میشه. دوستان عزیز کشته شب سیت 8 عزیز. اگه موافق استعلام وضعیت هستین لطفاً رأی بدین. امکان دادن چالش نیز هست. انت چی بفرمایید اسکی یکی بود چه سایلنت برگردیم و تو ذهنمون بچرخید بگیم دیگه. آقای سیت 7 بازی امروز من با ساید شما میرم از بازی بیرون، درسته؟ امروز بنده از بازی خروج پیدا میکنم سر کارت شما. مگه میشه سیت 7 تو بلند شدی 3 بازی ساید باش بسته بودید، با 5 بازی ساید بسته بودید، قربون شکلت دو تا شهروند خوردی، الان اینجا بلند شدی واسم که بلبل زبونی کنی؟ نه نمیشه. 7 بازی امروز به ساید بنده خروج بازی پیدا میکنه، دارم با تو دیالوگ میکنم. آی نوعی بازی تو نمیخوای مسیری به اون دوی بازی داشته باشی، به اون یکی بازی داشته باشی، بلند شو بگو شهروند یا مافیایی بازی. تو می خود با 3 بازی ساید نمسته دای نوعی بازی ساید یک و یک بازی امروز بلند میشم رندتون میکنم. این صحبت ها نیستش. آقای 7 بازی چون با احترام 1000% امروز خروج بازی بدون 3 تا شهروند رفته بیرون. اون 8 بازی بلند شده فکت رایگیری داره مثلا میاره، یکی بازی بلند شده با 3 تا دونه رای نیست، آقای 4 بازی نیست با 3 تا دونه رای نشسته. چه وضع باگ دادنتونه؟ امروز سیت 7 بازی به ساید بنده خروج بازی پیدا میکنه. دارم تکرار میکنم امروز سیت 7 بازی میرود بیرون. امروز من و 7 بازی میم تو دفاعیه، مافیا روسی پلی میدیم، 1 به 1 اومدیم تو بازپرسی. اینجوری دارم دیالوگ میکنم. از سیت 4 بازی یک بازی چالش میگم، یک بازی چالش توس من باشه، اگه یک بازی لطف کنید چالش نگیرید. بفرمایید. مرسی. نفر بعد. بنده اشتباه کردم چون پاشوت خودش منو زد دوباره، بعد چالش هم نگرفت و برخوش بدیم. کار ندارم. هفته بازی شما من یه روز برام پنج 3 4 6 تارگت زدی، رأی زیر 1 8 بود. هفته بازی توضیح بده. بعد پاشودی بودی منو داشتی میزدی دیگه، درسته؟ من می‌خواستم به شما رأی بدم. پنج بازی اشتباه کردم چون خارج از سایت داشت شمو میزدیم. هفته بازی گرفتی تو رأیات زیر اون نبود، گفتی پنجه بره. هفته بازی
اشتباه کردم. هفته بازی شما مافیایی، هفته بازی قطعی مافیایی بازیه دیگه. چهارم هنوز هستم. هفته چهار رو فعلا دارم. سومی هم شک دارم، حالا نمیگم فعلا. بازیکن شماره 9. دیالوگ بکنم. این سناریو من زیاد مافیا میتونه رو خودش سایلنتی بذاره، میتونه اون دوه رو میدید بیرون. این حرکت ها رو من 15 سالم بود انجام میدادم. اون دوه رو میدید بیرون، با دارم دیالوگ میکنم باهاتون. اون دوه رو میدید بیرون. دیک نو ریاکشن شد. داره دیک نو ریاکشن شد. اون دوه رو میدید بیرون به ساید خودم، دوه رو به ساید من از دیک بکنید بیرون. نه اون هفته رو میارم بالا، ولی اون دوه رو باید بیاری بالا. میفهمی چی میگم؟ من اون دوه رو خیلی مشکوک دارم. اون دوه رو میارید بالا دیگه. من میکشم زیر هفته، تو هم بکش زیر اون دوه. من اون دوه رو خیلی مشکوک دارم. آجی نه جدی دارم میگم. این حرکت احساس کنم خودشون گذاشتن سایلنت رو خودشون. میفهمی چی میگم؟ اون دو هفته رو بکش زیر دوه، منم میگم زیر هفته. میلانو اون هفته رو مافیا داره. میلانو سیت 6. میلانو اون هفته دیروز تو رو گردن گرفته بود. روز معارفه تو رو گردن گرفته بود سر کارت 5. بده 2 هفته بیارید بالا، ولی من خودم اون دو رو قطعی مافیا دارم سر این حرکتی که سایلنت شده. میفهمی چی میگم؟ میکشم هم زیر 2، میکشم هم زیر هفته. بازیکن شماره 4. آقای 1 و 10 مگه یه دونه دک برای هفته ژورنال نخواسته دیروز؟ الان رو چه حسابی دارید به هفته میگید مافیا؟ یه دک برای هفته ژورنال خواسته. مافیات هم هست میذاریشون ته بازی. شماره 1 عزیزم، تو که به من میگی مافیا، من یارم کجا بوده یه رای بکشه زیر تو بیای تو دفاع؟ با 3 تا رای نشستی که الان به ریش من بخندی. آقای 6 بلند شو الان بگو من مافیام، از ساید 50 آگاه بودم، زدم به اون یکه. درست شد؟ این 1 و 6 مافیان، جفت با هم مافیان. اینقدر تو در دیوار نزنید. یک این همه مروش پارو زدم، 3 تا رأی آورده، اون یار من کجا بوده بکشه زیر تو؟ چرا به تو رأی نداده بیای تو دفاع؟ چجوری تو با 3 تا رأی نشستی؟ یک عزیزی که پیامک میدی آیا قصد سلاخی داری یا نه؟ چون ذکر میکنی اسم سیتو بعد نمیگی سلاخی یا نه. دوستان پیامای الکی ندین. وقتی سلاخی دارین حتما ذکر کنی که سلاخی. مرسی، ممنونم. خب دوستان لحظات جذابی دیگه. دوست عزیزمون سیت 2 عزیز توسط سلاخی با ساید سفید از روند بازی با احترامات خارج میشه. بچرخه دوستان. نفر بعد. باختیم که شهر بازی رو باخته. 5 بازی بعد میام بلند شو شهر بازی، بعد بلند شو تو چاله توی دفاعیت میگی من هفته رو مافیا، بعد با رأی جناب عالی اومدم بالا. آخه ناکن من شهروند، اگه 4م شهروند باشم شهروند باشی یک بازی با 3 تا رأی نشسته، در بازی با رأی من شهروند با رأی 8 بازی نشسته، اون بالا نشسته. بعد 9 بازی جالب تو که بلند شو 3 سال 1 به 1 با 3 بازی بس شما من درسته؟ 3-1 با 3 بعد 3 رفته بیرون خونه شهروند بازی. الان 2 هم زدی گفته مافیا، 2 هم رفته خونه شهروند بازی. 2 تا شهروند رو زدی. نوع بازی. داشتم میگفتم بازی همون شده که روی 3 میشه بازی تمومه. آره. ببینید چینی که گفتن 1-9-10. یه چین سالم است، یه چین سالم است. ممنونم. نفر بعد. چرا در آوردی شماره 2 بازی بلد نیستی، باز چی بازی میکنی؟ من 4 سلاخی کردم با تو. بمیر یه دقیقه داخل بازی دیگه داداش سکوت کن، داخل بازی نمیتونی بازی کنی. بذار بابا یه نفر ما صحبتمو بکنم تو روندینگ بازی. آقای جادوگر تا آخرین لحظه باید صبر کنی. من میدونم آقای سعید یه آگزی گذاشته، یه نقشداری روی من گذاشته، شب منو بسته. خانم آزین باید آلین کنی رو آقای سعید داخل روندینگ بازی که دیروز شما رو زده، امروز با شما کاری نداره. شما این خیار باش کاری ندارین داخل روندینگ بازی. باید روی این سعید آلین بشه. بابا داداش یه دقیقه صبر کن، میخواستم صحبتمو بکنم بعدا سلاخی کنم. عجب گوی خوردم، میخواستم صحبت کنم. نکست آقا، بازی خوبی بود، دمتون گرم. چاکرتونم، عشق منی.
لحظه برو زیر. عذرخواهی میکنم، دم همتون گرم. اون 2 3 جفتشون سلاخی رو گذاشتن رو من. همینو بهم بگید، همینو بهم بگید واسمه. خب بگید اون سیت 2 3 جفتشون سلاخی رو من زدن که رفتن. باشه چشم. همینطوری کنجکاو شدم حقیقتا. مهدی شیرازی میلانو 2 ساعته دارم با دیالوگ میکنم بکشید زیر هفته. خب چی کارت کنم میلانو کف دک؟ من 2 روزه دارم با تو دیالوگ میکنم میلان. مرسی. نفر بعد. بچه دنبال چی میگردید دیگه؟ اصلا چالش برای چیتونه؟ این داستانا چیه؟ نکس بدید بره دیگه، کار داریم. بابا به چالش دادم دیگه، چه خود گوجه میکنی؟ بچه ببخشید بابت هر اتفاقی که افتاد. خیلی هم بازی خوبی بود، مخلصیم. نوش جونتون که بردید. نفر بعد. من باگ خیلی زیاد داشت. 8 بازی بلند شد فکت رأیگیری داره میاره ولی نمیخواست اون 1 و 4 بازی رو بخواد ببینه که با 3 تا دونه رأی نشسته. بلند شد گفت در بازی چرا تو 2 تا دونه رأی آورد؟ همون فکتی که 7 بازی واسه من آورده بود. اون 3 بازی، اون 4 بازی چرا ندیدی آقای 7 بازی؟ چرا اون 1 بازی ندیدی که با 3 تا دونه رأی نشسته؟ بعد بلند میشه فکت اشتباه واسه 10 بازی. نه قربون این صحبت‌ها نیستش. اون 5 بازی باگ 1000 داشت، نمیتونستم بهش بگم شهروند بازی. اون 8 بازی تو روند بازی بلند شد آلین کرد رو 5 بازی. مسیرش اشتباه بود آقای سیت 7 بازی، سیت 6 که رفتش. بلند شدم واسه دونه دونه‌تون فکت آوردم، کسی نخواست با من بازی کنه. اون نوع بازی ملق داشت میزد. بازیکن شماره 1 صحبت میکنه. زود تموم شد. شرمنده رفقا 4 9 مافیا بودن دیگه. نه دیگه دیروز 4 رو زدم دیگه. 4 و 5 رو اشتباه زدم. 5 رو گرفتی. 5 رو اشتباه زدم، زیاد تارگت نخورد. هفته بود شما هم رای دادم اومدی بالا دیگه. اشتباه کردم. زود تموم شد. 10 نفره بود متاسفانه. هی، دمتون گرم شرمنده. آقا ببخشید اگه بد بازی کردم. خانم پنجوزی من معذرت میخوام دیگه. خودت اومدی منو زدی. گرفتی. من این دعا منو زد، من کاریش نداشتم. گرفتی دیگه. چقدر ایگنور کنم دیگه شهروندا رو. همیشه میزنی. گفتم موزه بدین، گفتم شهروند با من دیالوگ کنه که نکردین دیگه. چی بگم بچرخ. صحبت‌های نفر بعد. یه 4 9 مافیای بازی بودن، یکی بازی. آره این تو داری اینو میگی. شیشه که شهروند بوده. خب یه 4 رو چیز کرده دیگه. شیشه شهروند بوده. پس به صدا مافیا اون برن دیگه. 5 بازی دنیا شهر بود. یعنی واقعا نمیدونم به یه نفر میگی شهر سرش گیج میده. خب شهر بازی بشین سر جات دیگه. آقا عباس ببین شهر بشین بازی تو کن دیگه. مهدی که ولش کن. مهدی اعظم روز از سلاخیشو میزنه. چه مافیا باشه چه شهر بازی باشه. ولی آره اینطوری بگم. امیدم امتیاز گرفتی امیدم. خوشحالی ها خوشحال. به مافیای عزیز. آره دمت گرم. آقا چخما یا برنده شد. این بازی هم تموم شد. بسیار زیبا و با کلی هیجان بود و لحظات عالی رو با هم سپری کردیم.